تغییر فرهنگ داریم توی مملکتمون میبینیم در 25 سال گذشته و این خودش باعث شده که خیلی از ارزش‌ها از بین بره و خیلی از قضاوت‌ها بر اساس ظاهر باشه. همه چیز رو یه دفعه بستن، یه دفعه هم همه چیز رو باز کردن. اون جوان دیگه نمیدونه حالا یک دفعه براش یه میدونی باز شده، کدوم سمت باید بره، تا کجا باید نگه داره خودشو، کجا حد پایانی هست، کجا مرزه، اینا رو نمیدونه. عمدتاً چیزی که آزاد هستش الان میتونن انجام بدن این هستش که تو چهرهشون کاری بکنن که دیده بشن. میدونید که ما رتبه اول تو جراحی دماغ تو دنیا داریم؟ گوش کنین کدوما دوست دارین که عمل کنین؟ تابستون میخوای عمل کن. چرا؟ خوشگل بشم. موده. وقتی تو آینه خودشون رو نگاه میکنن وقتی اینقدر دماغ دارن. خب بعضی واقعا باید عمل کنن ولی خب بعضی بی خودی عمل میکنن. چرا؟ میخوای عمل کنی؟ چرا؟ خیلی زاویه. چون تو سال 85 ما شنیدیم که واسه هر یه دونه پسر 10 تا دختره. بالاخره هر کی که زیباتر باشه بهتر انتخاب بشه. چون الان باید دختر خوشگل بشن دماغشون عمل کنه بعد برن شوهر کنن. شما کلاس چندمی؟ میخوام بپرسم به نظر شما چه دلایلی وجود داره که اینقدر جوانای ایرانی به خصوص دختر خانوما و اخیراً آقا پسرا گرایش پیدا کردن به جراحی زیبایی بینی؟ به نظر من اولین موردش همون مورد مده. شما اگه توجه کنید تو ایران همه چی زود مد میشه. این دماغ هم الان 2 سال باب شده، همه دارن عمل میکنن، اول دخترها الان پسرها. خب معلومه ما هم همه چی مونده، این طرح سرگرمی دختر پسرها شده این که رو مد باشن، کار دیگه نمیتونن بکنن. واسه همین عمل دماغ هم یکی از علائم همین مدشه دیگه. شما میخواین عمل کنین بعد از ما دماغ بریم تربچه میمونه. میگم که قضیه مد چیزی نیستش که جوونای ما رو به انحراف بکشونه. خب هر سنی بالاخره یه اقتضایی داره. اقتضای سینما اینه که یه تنوع تو زندگیمون داشته باشیم. مثلا قبلا که حجاب نبوده مثلا موی بلند خیلی مورد توجه بوده، مثلا حالت مو حتی تنوعی دیگه. بالاخره ما که نمیتونیم مانتوی نارنجی بپوشیم بریم تو خیابون که بخاطر مجبوریم دماغمون عمل کنیم. چیزی که باعث شد من بینیم و عمل کنم برمیگرده به بچگیام، یعنی زخم زبونایی که از اطراف میشنیدم، گوش و کنار، متلک ها، اینا همه تو ذهنم جمع شد. مثلا دماغ گنده، دماغ دراز، توتی، دماغ رشتی، امثال هم دیگه چیزایی که به ذهن میرسه و میگن و این خب واقعا به مرور آزار میداد و من واقعا فکر میکردم که این یه تیکه استخونه اضافی تو صورت من خیلی حقا رو از من گرفت. هر زمان که تو آینه صورتم رو نگاه میکردم خب دوست داشتم یه مقدار حالت ظاهری زیباتر باشه و این باعث شد که حالت صورتم رو عوض کنه، چهرم رو عوض کنه. احساس خوبی داشتم. اطرافیان که خیلی به من پیشنهاد میدادن که حتما عمل بینی رو انجام بده، ولی من خودم چون یه مقدار ترس داشتم خیلی راضی نمیشدم، تا اینکه بالاخره دیدم چند نمونه رو خوشم اومد، گفتم که بد نیستش که من هم کار انجام بدم. مثلا توی جمعی قرار میگرفتم صحبت میکردم، بعد یک نفر یا 2 نفر به من میگفتن که اگه بینی تو عمل میکردی خب خیلی بهتر بود، مثلا زیاد به چهرت نمیاد.
بعد همون باعث میشد که من از همون زمان دیگه با اون چند نفر معاشرت نکنم. والا من بیشتر از همه فشار اطرافیان خیلی باعث شد که بینیمو عمل کنم و حتی همراه یکی از دوستان به دکتری رفته بودم که میخواست بینیشو عمل کنه و اون دکتر به من پیشنهاد داد که بینی تو عمل کن. بعد و این خودش خب خیلی نقطه در واقع جرقه‌ای بود برای من که بینیمو عمل کنم. قیافه قبلمو خیلی بیشتر دوست داشتم. الان توی این چند روزی که عمل کردم هرچی خودم تو آینه نگاه میکنم زیاد با خودم آشنا نیستم، انگار با خودم غریبم، ولی خب خیلی خوشحالم. دخترای ما دوست دارن که مثلا یعنی واقعا مثلا اگه دختر آرایش میکنن و اینا اکثرشون، من نمیگم همه، به خاطر پسراست. بعد پسرام من در واقع کوچولو چرا خیلی شنیدم، خب میدونم خودم دخترم. به نظر من تو ایران الان دخترها اعتماد به نفسشون از دست دادن، اصلا نباید به حرف پسرها توجه کنن. اگه به عمل کردن پسر اولین نفرایی که باید برن عمل کنن، چون بعضیاشون انقدر دماغشون ناجوره وقتی میان توی جمعی 2 دقیقه اول دماغشون میاد بعد خودشون میاد. چون بچه عوض میتونه بچه دوم دوستش پسر بشه دیگه. این نیست که پرستوی نبقیه که اتاق عمل سامی چند دقیقه دیگه میری اتاق عمل. درست. الان به چی فکر میکنی؟ الان به این فکر میکنم که بیام بیرون زودتر برن دنبال دوستام و رفقا اینا زنگ بزنیم و بعد دماغم چه شکلی میشه، خوشگل میشن نمیشن، تو دلبرو میشن نمیشن، بعد عمل روسکی میشه نمیشه، سرش تیز میشه نمیشه، اینا فکر میکنم. اطرافیان چقدر تاثیر داشتن که مصمم شدی دماغتو عمل کنی؟ اطرافیان که ماشاءالله همشون 100% دیگه، مخصوصا دخترها اینقدر مسخره کردن تا بالاخره ما به اینجا رسیدیم که عمل کنیم. چی میگفتن؟ تیکه مینداختن، مسخره میگفتن سامی دماغ و تا بعد میاد سامی مدرسه اول دماغش میرسه، بعد بابا که خودش اینا رو میگفت، انقدر مسخره میکرد این دختر رو، بالاخره عمل کرد. سلام. سلام. حال شما خوبه؟ ببخشید یه دفعه مزاحمتون شدم. شما برای چی چسب زدین به بینیتون؟ عمل کردم. چند وقت پیش؟ الان هولوش 4 ماه و نیمه. خب بعد از 4 ماه و نیم برای چی چسب زدین؟ خیلی فرمش مشکل نداره. نه یه مقدار این نوکشه که تورم داره، اونم یه ترمیم بشه درست میشه. میخواین چجوری بشه؟ یه مقدار سر بالاتر، بادش هم کم شه دیگه. چقدر جراحی بینیتون تحت تاثیر دخترها بوده؟ 100%. عمل بینی که من انجام دادم قبل از این فکر میکردم که بنا به گفته دیگران خب به لحاظ شخصیتی یه مقدار تاثیرگذار خواهد بود، حالا توی روابط اجتماعی به هر حال یه تغییری در چهره ایجاد میشه، ولی خب بعضی که من این عمل رو انجام دادم خودم چنین چیزی رو حس نکردم ولی به طور کلی یه احساس خوبی هم آدم داره. دوستای زیادی داشتم قبل از اینکه جراحی بکنم، بعد از این جراحی متاسفانه تعداد زیادیشون از دست دادم به خاطر اینکه از یه تعدادشون از روی حسادت فکر میکردن که من میخوام دوستای جدیدتر و بهتری پیدا بکنم و متاسفانه از این لحاظ کمکی به من نکرد. دماغ باید عروسکی باشه، نوک بالا باشه، بوز برداشته. توی هر جامعه جوانان دنبال هویت میگردن، دنبال مقبولیت میگردن. جوامع مختلف به صورت در حال تغییرن، نیازهاشون هم قابل تغییره و جوان از اونجایی که حساس‌تره، هیجان بیشتری رو میطلبه و دنبال مسائل نو هستش، به هر حال باید قبول بکنیم که توی جامعه ما اینا جوانای ما مستثنا نیستن. بیشتر تقاضای تغییر ساختار نژاد، یعنی نژاد بود از نظر چهره که بیشتر روی بینی منعکس بود. می‌بینید که در نمای روبرو و نیمرخ، سرخ و نیمرخ چقدر ماجرا مشخصه. آقای دکتر ایشون همینن؟ بله ایشون همین آقاست. قبل از عمل و بعد از عمل. طوریه که باورکنش مشکله، ایشون حتی می‌خواست پاسپورت بگیره موفق نشده بود. مجبور از ما نامه بگیره و بعدش هم که خیلی از دوستاش باور نمی‌کنن که این آدم عوض شده
ببینید همیشه عمل ما باید با دید مثبت‌تر به ماجرا نگاه بکنیم. ایشون درخواست کرد که بینیش بزرگه، مورد تمسخر و استهزاء هم دوستاش قرار میگیره و طبیعتاً نیازش به این نوع جراحی و ما اینو به این شکل در آوردیم. خب رضایتمندی تقریباً خوبی رو ایشون به دست آورد و اعتماد به نفس بالاتری و حالا خیلی خوشحاله. میخوای با فارسی صحبت کنم یا انگلیسی؟ کدوم راحت‌تره؟ My name is Melissa Hibbard and I live in New York. I'm right now living in Tehran working on a photography project about women who have had their noses changed. In my opinion, there are a lot of reasons why women are having plastic surgery while they're having their noses done. I think there are a lot of issues when it comes to women in this country. I think you can start off with the revolution and the requirement for women to cover their bodies, leaving only their faces to show. I think this is a big issue. This is some of my photographs I've been working on. After the revolution, I think that because women were only allowed to show their face, they became a little bit more obsessed with their faces. I think that's why you see a lot of makeup, why their hair, especially the front, is so decorated. And the noses, I mean, the nose is obviously the easiest thing to change on a girl's face. Another really funny, not funny, but I mean another interesting point is that oftentimes, usually when I ask girls why they want to get their noses done, they say that they've broken their noses. I mean, you have this huge number of women all over the country with broken noses. I think it's really interesting. بینی رو وقتی که میخوایم عمل بکنیم باید در تناسب با قسمت‌های دیگر چهره عمل بکنیم. وقت ممکنه که بینی بلنده میخوایم کوتاش بکنیم، البته کوتاه بشه قشنگتره، اما این آدم اگه پشت لب بلند داشت اینجوری مثل میمون بود. حالا دماغش هم ببریم بالاتر. چهره نه چهرهش مثل میمون میشه. حالا چند تا آدم دماغ گنده پیدا کردین تو فیلمتون؟
اینا که دماغشون رو دوست دارن ولی دماغشون یکم بزرگه، 2 تا، یه دختر یه پسر. اون خانم هم میآوردن آشنا می‌شدین؟ ازدواج کردن؟ نه. خوب. معمولا اونا که بینیشون یه کوچولو بزرگه میلی به ازدواج ندارن. تا قبل از که عمل کنن. معمولا خانمایی که بینی بزرگشون رو دوست دارن خانمایی که ازدواج کردن. تا قبل از ازدواج یعنی همشون عمل میکنن که ازدواج کنن دیگه. نمیدونم که ما پسرا خیلی اون بینی عمل کرده دوست نداریم. واقعا؟ نمیدونم، تو خودت جواب بده. من خیلی خوشم نمیاد. چرا تو خوشت میاد فرشاد؟ مثلا دماغی که قد نخوده مثلا دماغ، حالا نمیگم مثلا دماغ کدوم که از بازیگر رو، ولی ببین الان پیدا کردن بازیگر توی سینمای ایران یکی از معضلات کارگردانا شده. یعنی طرف بخواد فیلم تاریخی بسازه مثلا برای حضرت مریم، یه حضرت مریم پیدا نمیکنه که بینیشو عمل نکرده باشه. یعنی هر کی میره سراغشون همشون عمل کردن، همشون هم شکل همدیگه، نمیدونم این دکترا مثلا که همشون یه جا درس خوندن، همشون مدل همدیگه عمل میکنن. شروع کردیم به تست دادن آدم‌ها و گفتیم هر کسی هر آشنایی داشت بازیگرای تئاتری که بازی نکرده بودن از این آموزشگاه‌ها اومدن. شاید باورت نشه که بیش از 50% اینا بینیاشون عمل کرده بود. یعنی اصلا نمیرسید به اون انجایی که می‌خوایم مثلا راجع به تست بازیگری بگیریم، یعنی مثلا خصوصیاتی که ما می‌خوایم داره، چهره تا میوارد میشد متوجه میشدیم بینیش عمل کرده. شما اول لطفاً خودتون معرفی کنین، متولد چه سالی؟ بله. میشه خواهش کنم این سوالو نکنین از خانم. متولد سال 58. قدم هستش 1.70 سانتیمتر. لیسانس زبان ادبیات فارسی دارم و مدرک بازیگری با رتبه الف. رابطت با رقص چطوره؟ حرکات موزون تا اونجا که توی کلاس ها بودم 20 بوده. مربی حرکات موزون هستم. دوره‌های بازیگریم توی کلاس‌های جامعه جمع. کار تئاتر، 2 تا کار حرفه‌ای با دکتر صادقی اگر مثلا به اسم حرفه‌ای کار کردم. اگه ممکنه اون برای نگاه کنم، من نگاه خدمت نگاه کنم. بله بله یکم بیشتر هم اگه بشه. یه کار سینمایی با آقای شیخ‌زادی کردم که البته نقش کوتاهی داشتم. یه فیلم کوتاه کار کردم. شماره تلفنم 912 37. آل پاچینو، رابرت دنیرو، نمیدونم ژان رنو، خیلی دیگه همینجور که ژرار دپاردیو دیگه بزرگتر از بینی ژرار دپاردیو دیگه فکر میکنم بینی منه دیگه، یعنی یه دونه بزرگتر داریم ازش. ولی مثلا اصلا هم هیچ ناراحت نیستش، میادش با اون بینیش، با اون شکمش، با اون هیکلش بازی میکنه، خیلی هم خوب بازی میکنه، جایزه هم میگیره، میره پی کارش. آره. این عمل چقدرش مونده؟ تمام شده؟ چطوری سامی؟ یکم استراب داری؟ چرا میلرزی؟ نمیدونم، یا سرماست یا ترس. جانم؟ یا سرماست یا ترسه، فکر کنم هر دوش. داری دعا میکنی؟ دوچرخه میذاری شما این دیگه هم صورت زحمت بکشیم مریضو بخوانه رو تخت شما میگید بیا متاسفانه یک اشکال دیگه هم ایجاد شده.
آقایون قدر زیبایی های قدرتمند و مردانه خودشون رو نمیدونن. شاید یک چهره خشن مردانه مثلا از یک قیافه ظریف زنانه، یعنی در واقع تفاوت هاست که ارزش ها رو میسازه. آقای دکتر، این خانم بینیش خیلی زیباست. به نظر شما به عمل زیبایی بینی احتیاج داره؟ این فوق‌العاده زیباست، زیباتر میشه. در این سالهای اخیر ما مجموعاً در بخش جوانان و به ویژه زنان یک احساس بی‌هویتی و احساس بیخودی کردن رو کاملاً مشاهده می‌کنیم در بخش‌هایی از جوانان، به دلیل اینی که نتونستن مخاطبانی برای قشر و نسل فرهیخته جامعه باشن تا بتونن با اونها ارتباط برقرار کنن. این مجموعه جوانها احساس میکنن که تمام اون چیزی که دارن اون صورت و ظاهرشون هست که میتونه در جامعه نمایان بشه و بتونن جلب توجه بکنن. در مجموع بایستی ما ببینیم که عیب اصلی از کجاست، از جانب خود جوانه که این حس رو میخواد ابراز کنه یا از جانب کسانی است که متصدی الگوی به جوان هستن. من به نظر میرسه از این جنبه ما جوان رو نمیتونیم توبیخش کنیم، بلکه به هر حال یک حسی در وجودش هست که او رو ابراز کرده. و بتونیم همینطوری خدمتمون رو به جوانهای ایرانی در سراسر دنیا از طریق ماهواره، از شبکه جهانی تیتو، از شهر زیبای فرشته ها لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا برای شما دوستان عزیز بیاریم. عاشقی با قد رعنا نمیخوام، چشای خوشگل و گیرا نمیخوام، دوست دارم قایق سواری رو ولی جز تو از هیچ کسی دریا نمیخوام. ما هر روز میخوایم واسهتون the latest news, latest Hollywood news واسهتون بیاریم. من و کسرا we're gonna give you the latest news, so don't go anywhere. متاسفانه ما در جامعه امروز خودمون عرصه های خالی زیاد داریم که متاسفانه پر نکردیم. اینه که این جوان‌ها هم که تو این عرصه ها میان احساس خلأ میکنن، حالا چه فرهنگ، چه سیاست، چه مذهب. به اینجا هم اشاره کنم الان من فکر میکنم مذهبی که ما برای جوان‌ها معرفی میکنیم نمیتواند این مذهب این بچه ها رو اشباع پر کنه. حالا یا به گونه است که با واقعیات موجود سازگار نیست، یا به گونه است که نیازهای بچه ها را پاسخ نمیده. اینه که من فکر میکنم اگر واقعا ما یک فرهنگی در جامعه بسازیم، یک مذهبی بسازیم، در عرصه وارد بکنیم که این جوانها تو اون عرصه احساس خلأ نکنن،
به این چیزها که بریم جراحی بینی انجام بدین، من فکر میکنم که به این چیزها پناه نمیبرن. ببخشید فیلم برداری برای چی؟ یه فیلم راجع به جراحی زیبایی بینیم، خواستیم ازتون اجازه بگیریم اگه امکان داشته باشه، مشکلی نداشته باشین. فیلم برداری. یعنی سوال بپرسید از من؟ نه شما کارتون رو بکنید، ما اشکال نداره. من چسب میخواستم برای بینی. برای بینیتون؟ برای بعد از عمل. برای بعد از عمل. چند نوع مدل داره خدمتتون میدم. بله. خیلی زیاد پیش اومده که این قضیه دختر پسرایی که بیان اینجا و بینیشون عمل نکردن و خب چسب بخوان و خیلی عجیبه برای من که چسبای گرونتری رو هم انتخاب میکنن اصولا برای خودشون و خب خیلی عجیبه برام که عمل نکردن و این چسبا رو میخوان روی بینیشون بزنن. با شما آره اینو از من میگیره. آها از شما میگیرن؟ باشه. آدم ها یه جوری واقعا هستن، یه جوری آرزو میکنن که باشن، که گاهی اون ماسک رو میزنن به صورتشون که شبیه اون کسی که آرزو میکنن باشن. یه جوری دلشون میخواد مردم بشناسنشون، اونم یه ماسک دیگه است. اما یه جوری هم مردم واقعا میشناسنشون. جالب اینجاست، اون جوری که مردم میشناسنشون خیلی شبیه به همون جوریست که هستن. این دوتا ماسک اصلا بی خوده.
من فکر میکنم متاسفانه دچار پوچی و بیهودگی شد و همه چی جایگاه خودش رو از دست داده و همیشه ما دنبال یه رابطه سالم، یه دوستی سالم، یه دوستی عمیق، یه شرایط مساعد، هممون داریم یه جورایی دنبالش میگردیم ولی متاسفانه چون این مثل یه بیماری مثل اپیدمی شده و همه مردم رو کم و بیش در بر گرفته. آی نمیتونم بده حالتمو دارم بردار ورم میکنه بردار اصلا اینو برش دار خیلی درد دارم خودتون میخواین عمل کنید؟ بله من دماغم 2 بار شکسته آخه. فقط به خاطر شکستگی یا زیبایی هم نشه؟ زیبایی هم میکنم. یکم یا بیشتر؟ نه. به نظر شما تو بچهای گروه ما کیا دماغشون نیاز به عمل جراحی داره؟ من فکرم همتون. خب دوست دارم بینیم رابالایی باشه. بینیم رابالایی باشه. رابالایی یعنی چی؟ سربالایی. چطوری یعنی مثلا تو چه فرم؟ نوکش یعنی یکم. این مدل چه شکلیه؟ مثل مال مایکل جکسون. مثلا بیشتر از اینکه مردها رو نظر زنها تاثیر بزنن، زنها رو هم دیگه بیشتر تاثیر میتونن بذارن. شما خودتون شخصا از دیدن زیبایی لذت نمیبرید؟ گل زیبا رو میبینن لذت مسلما میبرید. این حس زیبا پسندی هم توی من وجود داره، هم توی شما وجود داره، هم توی همه بچه‌های کلاسام وجود داره. مسلما ما همه انسان‌های غریزی طبیعی توی ما وجود داره، اونم زیبایی رو دوست داریم مسلما. برای خب منم شخصا اگه دماغم مورد داشته باشه حتما عمل میکنم. من اکثرا هر کی رو دیدم دور اطرافم حدود 2-3% دیدم که عمل نکردن. یعنی تمام فامیل مادر من همشون عمل کردن، مرداشون هم اکثرا عمل کردن. شما خودتون میخواین عمل بله. کنید؟ جدی میگی شما که بینیتون مشکلی نداره؟ خودم نمیخوام بگم اعتماد به نفسم پایینه. اعتماد به نفس دارم اما اون حدی ندارم که بخوام مثلا خودم کنترل کنم. بعد مطمئنم که این کار بکنم شاید بیشتر بشه اعتماد به نفسم. نمیتونم چجوری بگم. راحت باشین. نه اینو میخواد بگه مثل این بشه یا نه مثل اون نشه. این به نظر خیلی تونه وقتی دقت میکنم تو عکس روی این باید شما چیز کنید که باید تغییر کردید. خب برای حال من این ملاکه اونه این سایه است. این طرفش فکر میکنم مثلا ظریف تر است. تمام میشه دیگه. یعنی سایه است، اون سایه نداره، اون سراخ وایساده. بعد یکی دیگه این نوک بینی، این نوک بینی خیلی حساسی هست. اصلا کارتون که بینیته دیگه
خب الان اینجا رو من یادداشت میکنم مسائلی که شما داری. یک آها و اینجاش هم دیدیم بعضی از نیم نقطه قطع کردم. روز بالا داری. اینجا جمع نمیخواد بشه آقای دکتر، اینا باید جمع شه. آره کجا؟ اینجا باید جمع شه دیگه. اینا جمع میشه دیگه، اینم اینجا جمع ولی اینجا بقیه نمیخوره. وقتی نوک اینی همین حالت جمع میشه یا یه ذره حالت تیزی میگیره؟ چیزتر میشه دیگه، شکل میگیره. آره تو چون این خانمی که شما عملش کردین من مثلا دم بینیش قابل مقایسه با من نیست، یعنی من باید خیلی قشنگ تصویر بشه. از کجای بینید ناراحتی؟ نوک مشکل تنفسی هم داری؟ بله وقتی سرما میخورم احساس میکنم که یه بینیم، یه قسمت از بینیم کاملا بسته است. خب یه مقداری نوک بینید گوشتیه و آویزون. از این قوزم ناراحتی؟ زیاد نه. اینم توی عمل درست میشه. بله یه قوز داری درست. چند آبید اینم توی عمل درست میشه. بسیار خوب. یه مقدارم یه قوزی پشت بینیته که طرف میشه. این الان قبل از عمله. این طرح بعد از عمله که تقریبا توی این مایه ها میشه حالا 5% این ور اون ور. اکثر مواقع مریضی من میگن بهتر از طراحی شد. آقای دکتر اگه یه زمانی خانوم یا دخترتون بخوان جراحی کنن شما این عمل رو صورتشون انجام میدین؟ من بخوان من خانم رو حدود 12 سال پیش عمل کردم. دخترم رو 2 سال قبل که دانشگاه قبول شد جایزه قبولیش عمل کردم. 2 تا پسرام هم به فاصله 5-6 سال گذشته عمل کردم. پارسالم هم عروسم عمل کردم. آمار دقیقی وجود نداره ولی نسبت به 20 سال پیش که من 2-3 سال بود شروع کرده بودم آماری که اون موقع توسط انجمن جراحی فک و صورت ایران اعلام شد در یک کنفرانسی گفتن در سال 10,000 بینی عمل میشه. حالا اگه 20 سال پیش رو شما بگید 10,000 تا با توجه به رشدی که از نظر پزشکی و تعداد پزشک و امکانات درمانی ما در ایران پیدا کردیم امروزه همه دسترسی دارن بسته به وضعیت و شرایطشون به این امکانات حتما خیلی بیشتره. شاید تا حدود 60-70 هزار تا رو قطعا بشه گفت در سال عمل بینی انجام میشه. سلام حالتون خوبه خانم نصرآبادی؟ که 2 تا یعنی برای 2 تا مریض یکیش FT 742 بوده. شما یه ست کامل مد نظرتون هست یا نه ابزار رینا رو میخواین؟ با توجه به افزایش جراحی پلاستیک بینی خب این آمار واردات هم تحت تاثیر قرار گرفته. آمار وارداتی که ما به صورت تقریبی داریم به نسبت 10 سال گذشته آمار واردات تقریباً 2 برابر شده، یعنی 100% رشد داشته نسبت به 5 سال گذشته. چون 5 سال گذشته هم این پدیده در حال رشد بود، فکر می‌کنم بین 30 تا 50% افزایش نسبت به 5 سال گذشته داریم. خیلی عالی.
حال شما؟ شغل شما چیه؟ پزشک هستم. جراح زیبایی هستی؟ هوش‌روبینی و زیبایی. بله شما بینی هم عمل میکنید؟ بله. آقای دکتر الان رنج قیمتی جراحی بینی تو ایران خیلی متفاوته. ما از 100,000 تومان شنیدیم تا چند میلیون تومان. خواستم ببینم چرا این اختلاف انقدر زیاده و نظر شما راجع به این چیه؟ والا هر کس با سلیقه خودش با کار خودش نرخش تعیین میکنه، چون کنترلی هم که نیست. این عمل هم یه عمل در حقیقت فانتزی حساب میشه. در نتیجه هر کس بالاخره این تجربیاتی که داره یه نرخی تعیین میکنه و با مریض. شما از چه قیمتی تا چه قیمتی شنیدین خودتون؟ منم همون 300-400 تومن معمولا هست تا 2-3 میلیون هم هست، اینجوری هستش. برعکس اون که شما فکر میکنید، اگه در سطح جهانی بگیریم جراحی اصولا در ایران خیلی ارزونه. خیلی از بستگان ما فامیلامون که در آمریکا هستن میان ایران جراحی بینی انجام میدن و برمیگردن. من سوال کردم گفتن اصلا با خرج هواپیما و خرج هتل و خرج پزشک و خرج بیمارستان شاید 1/10 اون مقداری که در آمریکا ما باید خرج کنیم. شما اگر دقت بکنید بیش از شاید 50 تا 70% ثروت دنیا خرج این میشه که شما قشنگ ببینید. طرح لباس شما، چاپ مبلمان خونه شما، رنگ دیواراتون، فرشتون، برای چیه؟ میتونست همه چی سیاه‌سفید باشه، میتونست همه چی بیشترین پولی که شما برای اتومبیلتون میدین برای رنگ و طراحی بدنه و تودوزیشه. گیربکس و موتور که هزینه‌ای نداره که. اینه که از خاندان سلطنتی انگلیس گرفته تا قبایل ابوریجینال بیش از 70-80% ثروت دنیا خرج این میشه که زیباتر ببینید. ما میتونیم به عنوان تبلیغات براشون باشیم تو بیمارستان برای هر پزشکی. خب پزشکان معمولا خوششون میاد دیگه، تخفیف هم که میدن مراجعه کنندشون بیشتر بشه. راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنیم. خب وقتی من عمل میکنم تو درمانگاه میشینم، درمانگاهم که روزی 500 تا مراجعه کننده داره، شاید این 500 تا روزی مثلا 10 نفر از من اسم آدرس دکتری که مثلا عمل کردم میپرسن. بیشتر راغب میشن به همون پزشکی من عمل کردم مثلا. بعد برای همینه که 80% خانم‌های جوانی که توی بیمارستان کار میکنن عمل کردن یک جور تبلیغ میشه برای پزشک معالجش. خیلی جالب. میخوام در مورد فرمولای فیمیل بلسینگ صحبت بکنیم. 24 مارس 4 فروردین ما یک کنفرانس طبی داریم، یعنی طبی خوشگلی، مال اسهال و رودل و از اینا نیست، مال پوسته، مال جراحی پلاستیکه، مال چربی گرفتنی که توسط دکتر رفایی و دکتر یرمیان و دکتر مظاهری اجرا میشه. بعد اونجا قرعه کشی میشه، به اونایی که بلیط خریدن اومدن جایزه داده میشه که 7 تاش جراحی زیبایی و غیر زیبایی از قیمت $10,000 به بالا، 100 تا کرم دکتر مظاهریه، 100 تا اون پیرنهای منه، یادم نره از اینجا ببرم با خودم، وای 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 که علامت اون چیز تلویزیون دیدار هست، زیرش نوشته فدات بشم. کانال‌های خارجی ایرانی که وجود دارن، تنها چیزی رو که میتونن با زمان اینجا فکر میکنن پیش برن همین جراحی زیبایی، برای همین شاید روی همین قضیه خیلی دارن تاکید میکنن و سرمایه گذاری میکنن. 25 تا ساعت خانم ها هست، 25 تا مال مظاهری، ساعت های مظاهری مال آقایون هست، اتکلون برای آقایون هست، اتکلون برای خانم ها هست. چون ما متاسفانه حداقل از دید من دنبال روی مدهای اونوریم، الان لباسا اونجا تنگه، برای همین هم انقدر روی اندام کار میشه. خب اینجا هم پس مانتوها تنگ میشه. اگر دقت کرده باشیم به طرز خیلی ناگهانی تعداد خانمای لاغر اندام خیلی زیاد شد.
قرص دارم بهتون میدم که وزنتون رو کم بکنین که مال خود من دکتر یرمیان عزیزم هست و کرم بهتون میدم که خطای مال شکمتون رو ببره. 10 تا جایزه هست. این 10 تا جایزه یعنی ما بازنده دیگه نداریم، بازنده نداریم، همه برندن، همه با خوشحالی برمیگردن خونه. ببینیم واقعیتش اینه که هنوز خیلی از مردم نمیدونن که کی باید عمل بینی انجام بده. هنوز میان پیش من که متخصص پوست هستم میگن شما بینی ما رو عمل بکن. من اگه آدم درستی نباشم میتونم به شما که میخوای من برات عمل بینی انجام بدم بگم اوکی باشه بیا من برات عمل بینی انجام میدم، فلان روز بریم با هم اتاق عمل. شما توی اتاق عمل منو میبینی به عنوان جراح تو لباس جراحی، ولی بعد من نیستم که شما رو عمل میکنم. دوست من که متخصص گوش حلق و بینی شما رو عمل میکنه. این اتفاق البته به ندرت اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته نتیجتا اینه که اون شرمندم که اینو میگم، ولی اون پولی که شما باید در واقع به متخصص جراح پلاستیک یا گوش حلق و بینی بدی بین من که متخصص این کار نیستم و اون متخصص یه جوری تقسیم میشه. بله این از مواردی است که خانومی برای عمل جراحی زیبایی بینی به یک پزشکی مراجعه میکنه و اون پزشک هم متاسفانه بدون مطالعه و بدون اینکه چون در رشتهش هم نبوده میاد بینی این خانم رو عمل میکنه و متاسفانه بعد از عمل میبینیم که این خانم به این شکل در میاد. اعمال جراحی انجام میشه که غیر قابل برگشته، حتی با اعمال معمولی دیگه امکان برگشتش هم وجود نداره و یک نفر برای همیشه دچار مشکل روحی میشه، نه خودش بلکه خانواده، بلکه معضلی برای جامعه میشه. خوبی؟ 3 ماه شد ها؟ مشکلی نداری تنفس و اینا؟ نه. به ما که مراجعه میکنن من از این ناراحتم، مشکلم دماغم کجه، شوهرم میگه این بده، طلاقم دادن، دخترم مونده رو دستم، میگن دماغش بزرگه. ما در واقع داریم یک روانش پزشکی به اضافه یه اصلاح ساختاری در جامعه انجام میدیم با چاقو. خب خیلی مبارک. مرسی ممنون. امروز عکسامو در آورده بودم، اون قوز و اینا برداشته شده بهتر شده، ولی این سرش اینا یه ذره باش مشکل دارم، یه ذره گنده است به نظرم. دلم خواست کوچولوتر باشه ولی همه میگن پسری به صورتت نمیاد فلان. دیگه مشکلم با این گندگیشه یه ذره. الان دماغ دیگه دموده شده، الان بیشتر گونه و پلک و باسن و اینا رو عمل. به نظر شما چرا الان داره جراحی زیبایی از صورت میره سمت بدن؟ به خاطر اینکه دیگه کجاهاشون عمل کنن؟ بینیشون عمل کردن، گونهشون عمل کردن، پلکشون عمل کردن، دیگه جایی نمونه دیگه، باید برسن به بدن و اینا.